سلام، توی این ویدیو می‌خوایم در مورد سوخو 24 ایران صحبت کنیم. هواپیمایی که بخشی از ناوگانمون غنیمت جنگی، بخش دیگه رو خریدیم. سوخو 24 35 ساله که توی ایرانه، با اینکه برد و توانایی‌های خوبی داره نسبت به بقیه جنگنده‌های ایران. حتی مثلا میگه 29 که با هم وارد شدند، با توجه به کاربردش با اینکه میتونسته و توانایی داشته، جنگ کمتری داشته. یا شاید حتی بشه گفت توی نبرد و عملیات مهم و خاصی شرکت نکرده. یک نوع سلاحیه که میتونه برای مسافت طولانی کاربردی باشه. البته ایران توی دهه 1350 خورشیدی دنبال همچین سلاحی یک جنگ افزار دوربرد بوده که اون موقع نشده، ولی بعدها این هواپیما یک کوچولو چنین خلایی رو پر کرد. توی این ویدیو میخوایم از مشخصات فنی و توانایی‌های سوخو 24 بگیم و در مورد تاریخچه حضورش و وضع فعلیش توی نیروی هوایی ایران صحبت کنیم. فهرست منابع هم توی توضیحات هست. سوخو 24 یه هواپیمای یادگار جنگ سرد بین آمریکا و شورویه. آمریکا یه هواپیمای بمب افکن داد بیرون به اسم F-111. روس‌ها هم در جواب اون اومدن سوخو 24 رو ساختن. یه جنگنده دوربرد ضربتی و تهاجمی که تخصصش حمله به زمینه. بال متحرک داره، 2 خلبان خدمش هستن که کنار هم میشینن، نه پشت سر هم. یه جت دو موتور است، مافوق صوته و لقبی که ناتو براش انتخاب کرده فنسر هست، به معنی شمشیرباز. همونطورم که گفتیم این سوخو 24 در تقابل با F-111 ساخته شد و از دید طراحی فنی جنگنده‌ای که بعد از این دوتا ساخته شد و یه جورایی میشه توی این دسته‌بندی قرارش داد، هواپیمای تورنادوه که یه سری شباهت‌های به این دوتا داره که البته تورنادوی اروپایی کاربردهای دیگه‌ای هم داره. سوخو 24 پروژهش مال دهه 1960. اسم اولیه و آزمایشیش بود T6 یا T6. بال متحرک رو قبلا مفصل در موردش صحبت کردیم. خیلی خلاصه این که اگه بالها بسته بشن عملکرد توی سرعت بالا خوبه و اگه بالها باز بشن عملکرد توی سرعت پایین بهتره. و این بال متحرک یکی از نمادهای هوانوردی 50-60 سال پیشه. مثالای هواپیمای بال متحرک هم اگه بخوایم بگیم آمریکا مثلا F-14 که ما هم داریم و هواپیمای بمب افکن B-1 و خود شوروی هم مثلا میگ 23 و سوخو 22 و توپولوف 160 مثلا. همین سوخو 22 که باز به عنوان غنیمت جنگی داریمش، اگه به عنوان نسل قبل از این سوخو 24 بهش دقت کنیم، یه لوله است که سکان و 2 تا بال با جک هیدرولیک بهش بستن و یه موتورم گذاشتن توی لوله و شده بمب افکن. حالا اینو من به لفظ شوخی گفتم، ولی در ظاهر و نگاه اول چنین چیزی نمایانه و یکی از طرح‌های مرسوم طراحی جنگنده توی امپراتوری شوروی بوده. حالا از این سوخو 22 قدیمی تره که یه نسل بیایم جلو، به همین سوخو 24 میرسیم که توانایی خیلی بیشتری داره از نظر برد، میزان حمل سلاح، اینکه 2 تا خلبان داره و طبیعتاً امکانات الکترونیکی و تسلیحاتی خیلی بیشتر. با این حال از نظر تئوری و روی کاغذ مشخصات این سوخو 24 روسی و F-111 آمریکایی رو که بررسی کنیم، میبینیم F-111 خیلی برتر و بهتر از سوخو 24. حالا ما توی این ویدیو نمیخوایم مدام این دوتا رو مقایسه کنیم، ولی یکی از موارد جالب فرق این دوتا نحوه ایجکت خلبانا هستش. F-111 کل کابین یه جا ایجکت میشه، ولی سوخو 24 مثل بیشتر بقیه جنگنده ها فقط صندلی خلبانا به بیرون پرتاب میشه. با این حال F-111 فقط خود آمریکا داشت و کشور استرالیا و سوخو 24 رو 5-6 تا کشور الان دارن و 6 تا دیگه هم قبلا داشتن. در مورد F-111 بعداً توی یک ویدیوی دیگه صحبت خواهیم کرد، ولی توی استرالیا احتمالاً کسی نبوده که بگه خریدش اشتباه بوده، چون هیچ کشور دیگه‌ای نخریده، ما هم نباید می‌خریدیم. احتمالاً چنین حرفی زده نمی‌شده. و دلیل اینکه سوخو 24 هم توی چند تا کشور بوده و هست فروپاشی شورویه. خود روسیه، اوکراین، بلاروس، قزاقستان و ازبکستان و کشورهای عربی و آفریقایی هم سوریه و عراق، لیبی و الجزایر و سودان و در نهایت کشور ایران. نسخه اصلی خود روس‌ها سوخو 24M هست. نسخه صادراتی که ما هم داریم سوخو 24MK. این جنگنده نسخه‌های دیگه‌ای هم داشته و داره، مثلا نسخه شناسایی و نسخه جنگ الکترونیک. سوخو 24MK که از شوروی به بقیه صادر شده طبق معمول داونگرید داشته توی قابلیت‌های تسلیحاتی و الکترونیکی. با این حال سوخو 24 در زمان طراحی ساخت قدم رو به جلوی واسه روس‌ها بوده. واسه اولین بار بعضی از سیستم‌های هواپیماشون دیجیتال شده بودن. مهمترین قابلیتش هم پرواز در ارتفاع خیلی پایینه.
و 2 تا رادار داره. یه رادار واسه تعقیب عوارض زمینی که توی پرواز داره ارتفاع خیلی کم، خیلی کاربردیه. یه رادارم واسه درگیری با اهداف و نقشه برداری اونا که توانایی خوبی داشته واسه اون زمان شوروی. اما این سوخو 24 برخلاف خیلی دیگه از جنگنده‌های شرقی اون موقع توانایی مأموریت توی هر ساعت شبانه روز و هر آب و هوایی رو داشت و داره. این خیلی مهمه، چون تا اون زمان خیلی از انواع جنگنده‌ها وقتی هوا بد بود یا وقتی هوا تاریک بود بعد روی زمین میموندن. اما همون زمان دهه 1970 نیروی هوایی ایران میتونست هر نوع مأموریتی رو توی 24 ساعت شبانه روز توی هر آب و هوایی، گرد و غبار، برف، بارون شدید و هر منطقه جغرافیایی انجام بده. اینو گفتم که دید کلی توی ذهنمون باشه که نیروی هوایی ایران چه تجهیزاتی داشته و چقدر جلوتر از زمان خودش بوده. اما این سوخو 24 1400 فروردش تولید شد و خط تولیدش هم 32 سال پیش، یعنی بعد از فروپاشی شوروی جمع شد. حدود 8 تن میتونه سلاح حمل کنه، مهمات، و سلاحاش هم توی 9 تا جایگاه زیر بدنه و زیر بالها وصل میشن، حتی زیر قسمتی از بال که متحرکه. این از نظر طراحی خیلی پیچیده و ماهرانه است که مهندسای شوروی انجامش دادن و هواپیمای تورنادو اروپایی هم مثلا اینجوره. حالا این سوخو 24 برج زیادی داره، 2600 کیلومتر، چون هواپیمای بزرگیه و سوخت زیادی هم میتونه داشته باشه. ولی توی جنگ چون هم مسلحه هم باید ارتفاع پایین پرواز کنه، برد رزمیش میشه 650 کیلومتر. تازه اگه مخزن سوخت خارجی هم داشته باشه. یکی از دلایل اصلی برد کم این هواپیما موتور توربوجتشه که مصرف زیادی داره. بعد وقتی سلاح داره سنگینه و پرواز نزدیک به سطح زمین هم، جایی که فشار و تراکم و مقاومت هوا زیاده، مصرف سوخت رو بالا میبره. مثلا F111 برد خیلی بیشتری داره. گفتیم نمیخوایم اینو با هم مقایسه کنیم، ولی سوخو 24 در کل هم به خاطر محدودیت‌های فنی هم نوع پروازی که باید انجام بده برد زیادی نمیتونه داشته باشه. آماده می‌شود برای شلیک بمب 250 کیلوگرمی اودا. برخورد بمب‌ها رو هم میتونید در تلویزیون مقابل مشاهده کنید. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. انهدام دقیق اهداف توسط بمب‌های سنگین شاهد. سلاحاش هم طبیعتاً برای حمله به زمینن دیگه. برای دفاع هوایی فقط میتونه موشک هوا به هوایی هدایت حرارتی داشته باشه که برد زیادی هم نداره و تعدادش هم کمه. و برای عملیات تهاجمی انواع راکت و بمب‌های سقوط آزاد، خوشه‌ای، ناپالم، هدایت لیزری، موشک‌های هدایت تلویزیونی ضد کشتی، ضد رادار و غلافه جنگ الکترونیک و سوخت‌رسانی میتونه داشته باشه. خب سوخو 24 تمرکزش برای عملیات‌های تهاجمی و ضربتیه. نیازی به مانورپذیری برای درگیری هوایی نداره. برای حمله به زمین هم همین امروز حتی اگر ارتقای خوبی داشته باشه میتونه جنگنده خطرناکی باشه. همونطور که اوکراین سوخو 24 رو با کمک انگلیس ارتقا داده و هواپیمای توانمندتری دستش الان. در کل سوخو 24 مثل همدوره‌ای خودش میگه 25 اولش دهه 1970 خیلی واسه غربی‌ها ترسناک بود. فارغ از عملکرد واقعیش که آیا خوبه یا نه، اینکه اون زمان خوب بود یا خوب نبود، فارغ از اینا در دید ناظران غربی هواپیمای خیلی خوبی جلوه میکرد، براشون ترسناک بود. مثل میگه 25 گفتم. و واقعا هم این جنگنده برای خود روس‌ها نوآوری‌های خوب و زیادی داشت. اون نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها و تجربه‌ها بعدها با یه تجربه دیگه، یعنی سوخو 27 ترکیب شدند و هواپیمای سوخو 34 متولد شد. هرچند سوخو 34 زمین تا آسمون فرق داره با سوخو 24، ولی اون تجربیاتی که قدیمی‌ها داشتن و از هواپیمای بمب افکنی مثل سوخو 24 به دست آوردند توی طراحی نسل بعدی جنگنده‌ها، حالا این مورد سوخو 24 خیلی تأثیر گذاشته. برسیم به سوخو 24 نیروی هوایی ایران. اما اول باید بریم سراغ عراق. این عراقی‌ها آخرای جنگ 25 فروند سوخو 24 رو از شوروی وارد کردن
چند وقت بعدش چندین فرمانده این هواپیماها توی جنگ خلیج فارس توی عملیات طوفان صحرا به ایران اومدن، فرار کردن، پناهنده شدن. چرا؟ تا توی هوا یا روی زمین توسط ائتلاف به رهبری آمریکا نابود نشن. اگه یادتون باشه توی ویدیوهای قبلی واسه میگ 29 گفتیم که F-14 ایرانی با میگ 29 عراقی درگیر شده. حالا سوخو 24 در عین اینکه یه سری محدودیتایی داره نسبت به نسخه مشابه آمریکاییش پایین‌تره، باز هواپیمای خطرناکیه. میتونست ضربه‌های خوبی به ما بزنه در اواخر جنگ. دقیقاً مشخص نیستش که آیا سوخو 24 عملیات مهم و گسترده‌ای شرکت کرده بر علیه ایران توی جنگ ایران و عراق یا نه. بعضی عملیات‌ها رو بهش نسبت میدن، مثل حمله به سایت‌های راداری، ولی تایید شده نیست. سوخو 24 آخرای جنگ ایران و عراق تحویل عراق داده شده بودن، ولی اینکه به ایران حمله موثری داشتن یا نه، اینکه توی بمبارون و موشکبارون ایران شرکت کرده باشن، مورد تایید شده‌ای مشخص نیست. اما اینو میتونیم بگیم که سوخو 24 آخرای جنگ ایران و عراق وارد میدون شده بود و اگه فرصت خوب پیش می اومد میتونست آسیبای سنگینی به کشور ما بزنه. یه جنگنده خوب ساخت شوروی که مثل خیلی از سلاح‌های دیگه تقدیم این عراقی‌ها شده بود تا کشور ما رو نابود کنن و جوانای ما رو از بین ببرن. در صورت بعد از تموم شدن جنگ ایران و عراق، صدام به کویت حمله میکنه، بعد آمریکا و متحداش به عراق حمله میکنن و نیروی هوایی عراق واسه اینکه هواپیماهایی که توی اون وضع کاربردی براش نداشتن نابود نشن، فراریشون میده به بقیه کشورها از جمله ایران. حالا ماجرای فرار این هواپیماها رو اگه خواستید میتونیم یک کوچولو کاملتر از بقیه جاها تعریف کنیم توی یه ویدیوی دیگه. حالا توی این ماجرا بوئینگ 747 مثلا به ایران اومد، میراژ اومد، هواپیماهای VIP اومدن و کلی هواپیمای دیگه. از بین اونا 24 فروندشون هواپیمای سوخوی 24 بودن. توی بعضی سایت‌ها عددهایی رو نوشتن ولی تعدادشون 24 فروند بوده. از اون 25 تایی که عراق گرفته بود، یکیش همونجا نابود میشه یا میمونه و بقیه‌شون به سمت ایران میان. به عبارتی میشه گفت حداقل 96% ناوگان سوخو 24 عراق عملیاتی و آماده پرواز بودن. این آمار خوبیه و فرض کنیم اینا وارد جنگ با ایران میشدن، میتونستن خیلی صدمه بزنن بهمون. بعد از عملیات طوفان صحرا و فرار این هواپیماها به ایران، با توجه به اینکه این هواپیماها تعدادشون زیاد بود و اینکه نو بودند، باعث شد که نیروی هوایی ایران به این فکر بیفته که اینا رو وارد خدمت خودش بکنه. اولش یه سری مخالفت بود ولی با اصرار تیمسار ستاری این تصمیم گرفته شد و تایید شد. بالاخره نیروی هوایی ایران 8 سال جنگ فرسایشی رو پشت سر گذاشته بود، توان رزمیش هم به شدت کم شده بود. بعد نیروی هوایی هم از چین و شوروی هواپیما خرید، هم هواپیماهای آسیب دیده خودش رو تعمیر کرد. همون هواپیماهای عراقی که میارزیدن بشه ازشون استفاده کرد و روشون کار کردن تا وارد خدمت بشن. مثلا میگ 23 رو ایران گذاشت کنار، ازش استفاده نکرد، ارزش خاصی نداشت. اما سوخو 24 نه. همون موقع یک سال و چند ماه قبل از جنگ خلیج فارس یه هیئت بلندپایه ایرانی رفته بودن مسکو. ماجراشو تعریف کردیم که گورباچوف میگه هر چی میخواید سفارش بدید و بحث 10 میلیارد دلار پول وسط بوده. اونم پولی که روسا محتاجش بودن. 10 میلیارد دلار اون روز معادل بیش از 25 میلیارد دلار امروزه. و توی اون لیست سفارش لیست انواع گسترده سلاح‌ها وجود داشته. 12 فروند سوخو 24 هم بوده. من اینو دقیقا متوجه نشدم که ایران قبل از فرار عراقی یا سوخو 24 سفارش داده یا بعدش. اگر قبلش بوده که هیچی، اما اگر این سفارش سوخو 24 بعد از جنگ خلیج فارس بوده و مثلا به اون قرارداد اضافه شده، همونطور که گفته میشه و شاید خیلی همون دیده باشیم و خونده باشیم، به این دلیله که ایران میخواسته اون سوخوهای عراقی رو عملیاتی کنه، اونا که از عراق فرار کرده بودن به ایران. طبیعتاً هم شوروی گفت ما اینا رو به یکی دیگه فروختیم، نمیتونیم به شما سرویس فنی بدیم، نمیتونیم بهتون یاد بدیم، خلبان آموزش بدیم، قطعه بدیم، سلاح بدیم. پس ایران واسه خودش سوخو 24 سفارش داد تا موارد فنی و تکنیکی و زیرساختی سوخو 24 توی ایران وارد بشن و اینجوری اون سوخو 24 عراقی هم به خدمت ایران در بیان. که البته هم بدقولی روسا هم فروپاشی شوروی زیاد به کیفیت این قدمی که برداشته شده بود کمک نکرد. روسا ول کردن و هیچ کمک خاصی نکردن. و بعدش بود که متخصصای ایرانی تنهایی روی پای خودشون وایسادن و این هواپیماها رو عملیاتی نگه داشتند. هم 12 فروندی که خودمون خریده بودیم، هم اون 20 خرده‌ای فروندی که تصاحب کرده بودیم. 24 فروند سوخو 24 که از عراق اومده بودن. البته یکیشون موقع فرود بعد سانحه میده، میذارنش کنار، یکیشون سقوط میکنه عین فرار به ایران و یکیش هم وسط راه بنزینش تموم میشه و خلبانا ایجکت میکنن. اما تقریبا میشه گفت 20 فروند
سوخو 24 عراقی تقریبا نو بودن و دست ما بودن و 12 فروند هم سوخو 24 MK نو واسه خود ایران ساخته شدند. کارخونه‌شون هم سمت قزاقستان بوده. خلبانای ایرانی هم که به شوروی اعزام شده بودن تا آموزش ببینن، بیشتر خلبانای F4 بودن و خلبانای F5 که همونطورم که قبلا گفتیم بهترین و ماهرترین خلبانا بودن. چون هم آموزش سطح بالای دهه 1350 دیده بودند، هم 8 سال جنگ و پشت سر گذاشته بودند. خلاصه اینا خدای تجربه و قهرمانای جنگ بودن. کلیت آموزش هم اینجوری بوده که خلبانای ایرانی اول با سوخو 22 پرواز می‌کردن، بعد با این سوخو 24. و گفته میشه تفاوت خاصی توی عملکرد بین سوخو 24 خود ایران و سوخو 24 اون عراقی‌ها نیستش. یه سری تفاوت‌های ریز فنی و ظاهری دارن، ولی در کل خیلی مشابهن، اما الکترونیک نسخه ایرانی یکم پیشرفته‌تر بوده، یا به عبارت دیگه نسخه عراقی رده پایین‌تر بوده. و نوشته‌ها و متنای داخل کابین سوخویی که واسه ایرانه به انگلیسیه، اما سوخوی عراقی‌ها به زبان روسی. از نظر ظاهر هم رنگامیزی و استطاع نسخه ایرانی با عراقی فرق داره. از عراقی‌ها فقط بالای بدن خاکی قهوه‌ایه، کنارها و زیر بدن رنگ آبی روشن، ولی سوخو 24 ما کل بدن خاکی رنگ، فقط زیر هواپیما روشن، رنگ روشن. اما این چند سال اخیر توی ایران طرح‌های استعاره‌ای جدید هم اجرا شده. عکسایی هم که توی ایران از سوخو 24 موجوده بیشترشون مال دهه 1380 به بعده. تا سالهای سال بعد از ورود سوخو 24 به ایران عکس خاصی ازش موجود نیست، عکسی بیرون نیومده، احتمالاً به دلایل امنیتی. چون دهه 1990 این هواپیما در کنار موشک‌های بالستیکی که مثلا ایران تازه چند سال بود ازشون استفاده می‌کرد، دست بلند ایران بود توی منطقه. حتی نیروهای نظامی چون اون زمان اول راه طراحی و ساخت موشک بودن، میشه گفت جنگنده سوخو 24 و بعدش جنگنده F4 با تجربه چندین دهه‌ای که نیروی هوایی داشت، گزینه شماره 1 ایران بودن واسه عملیات دوربرد. و هرچند بعد از جنگ ایران عراق توی درگیری‌ها و عملیات‌ها هم از موشک استفاده شده، هم از F4 و سوخو 24 زیاد بهش میدون داده نشده، پرواز جنگی خاصی نداشته. مثلا بمبارون قرارگاه اشرف و بمبارون گروه‌های تروریستی اون سمت مرز، اگر بمبارونی بوده با هواپیماهای با سابقه بوده مثل F4 و F5 و بعدترش با موشک بالستیک. احتمال زیاد سوخو 24 کار خاصی بهش سپرده نشده بوده، اما همون حضورش میتونست یک سلاح بازدارنده باشه، چه به عنوان استفاده تبلیغاتی و چه مثلا به سلاح‌های سنگین مسلح باشه و مثلا توی خلیج فارس گشت زنی کنه و ناوهای خارجی این جنگنده رو ببیننش. تقریبا انواع سلاحایی که نوع پایه سوخو 24 میتونن بهش مسلح بشن همراهش وارد ایران شدن. موشک هوا به هوای آر60 که میگی 29 هم دارن. بعد میرسیم به بمب و موشک. بمبای سقوط آزاد با وزن‌های مختلف، موشک ضد رادار KH-58 یا به عبارتی خا 58. تلفظ حرف شبیه X به روسی میشه خا و توی انگلیسی KH یا خ رو گذاشتم. حالا من زبانشناس نیستم، فقط میدونم توی حروف یونانی هم که توی علوم پایه استفاده میشن، حرف شبیه X اونجا هم خی خونده میشه و توی روسی چنین حرفی تلفظش میشه خا. به هر صورت موشک خا 58، بعد موشک هدایت تلویزیونی و لیزری خا 29، خا 25، هدایت لیزری کاب 1500 و انواع راکت‌ها و همچنین توپ داخلی 6 لول 23 میلیمتری که اگه اشتباه نکنم از نظر کالیبر قوی ترین توپ داخلی جنگنده های ایرانه، هرچند توی سابقه به پای M61 ولکان که توی F4 و F14 نمیرسه. اون توپ M61 توی جنگ ایران عراق خیلی ازش استفاده شده. همچنین سوخو 24 توانایی سوختگیری هوایی هم داره و پاد سوخت رسانی یار به یار هم همراهش وارد شده تا توی آسمون به هواپیماهای هم نوع خودش بتونه سوخت بده. از نظر ارتقا هم داخل ایران مواردی گفته شده که انجام شده، حتی مثلا رنگ و استتار هواپیما هم همراه با اون ارتقا عوض شده. اما ارتقاهای مهم خارج از ایران یکیش مال خود روسیه بوده، ارتقا به نسخه M2 که فکر کنم برای سوریه چند سال پیش هم انجامش دادن، و ارتقای سوخو 24 اوکراینی. سوخو 24 اوکراین نسخه پایشون همون نسخه های خود شورویه. طبیعتاً مال اوکراینی‌ها از مال ما پیشرفته تر بوده، اما بعد از حمله روسیه به اوکراین غربی‌ها کمکشون کردن و موشک کروز استورم شادو رو روی این سوخو 24 اوکراین سوار کردن.
که این باعث میشه این جنگنده یه سلاح قوی‌تر و ویرانگرتری باشه. اما اینجا طبق چیزایی که گفته شده و اخبار و رونمایی‌ها ارتقای همه‌گیر و خیلی سنگین خاصی روی این هواپیما انجام نشده. حالا یکم متفاوت به این جنگنده نگاه کنیم. موردی که میتونیم بهش توجه کنیم اینه که توی دهه 50 خورشیدی ایران دنبال سلاح دوربرد بوده، حالا یه موشک بالستیک یا هواپیمای بمب افکن استراتژیک. هیچ کدوم آمریکایی‌ها ندادن. هواپیما مثلا B1 که یه بمب افکن استراتژیکه اون موقع تازه مثلا اومده بود. شاید ایران بعدش نمیومده که یه تستی میکرده که ببینه میتونه بخره یا نه. F-111 هم که اول ویدیو گفتیم آمریکا اونو به ایران نفروخت، ایران خواست ولی آمریکا نداد. ایران موشک بالستیک هم از آمریکا خواست اما آمریکا قبول نکرد. موشک بالستیکو ایران بعد از اینکه از آمریکا جواب منفی گرفت به سمت همکاری با اسرائیل رفت تحت عنوان پروژه گل یا شکوفه. قبلا توی ویدیوهامون گفتم اما بازی اشاره میکنم. توی خبرگزاری داخلی خیلی مطرح میشه که اسرائیلی‌ها میخواستن سر ایران کلاه بذارن، پول ما رو بالا بکشن. این کارشناسای داخلی منبعشون یه نویسنده اسرائیلیه که اومده این ادعا رو کرده که مثلا اسرائیل میخواسته پول خوب از ایران بگیره، سلاح جدید توسعه بده اما اون قدیمیه رو به ایران بده. این کارشناسان داخلی گفتم منبعشون یه نویسنده اسرائیلیه. ما خیلی این منبع رو بررسی کردیم و دقیقاً اون بخشی از کتابش فقط یه پاراگراف که این ادعا مطرح شده فقط صفحه 6 کتابشه که توی اینترنت هست. این حرفی که میخواستن از ما پول خوب بگیرن ولی سر ما رو کلاه بذارن. این حرف سند و مدرک معتبری نداره. این نویسنده اسرائیلی حتی توی موارد دیگه چه مرتبط با ایران چه حتی مرتبط به تاریخ معاصر خودشون حرف دروغ و نادرست و اشتباه زیاد داره. به هر صورت ایران اون زمان به یه سلاح خیلی دوربرد دست پیدا نکرد که البته باید با توجه به شرایط اون روز دنیا و به شرایطی که جنگ سرد بوده در نظر بگیریم. شوروی دشمن آمریکا همسایه شمالی ما بود. اون موقع بهترین هواپیمای ایران برای حملات دوربرد و عمقی جنگنده F4 بود که البته این هواپیما اسم خودش و خلبانانش رو تا ابد توی تاریخ ایران ثبت کرد و برای عملیاتایی هم که برد کمتری داشتند، بمباران‌های عجیب و غریب، مهم، خطرناک، مخصوصا اوایل جنگ ایران و عراق، خلبانان شجاع F5 بودن که همراه همدیگه ایرانو حفظ کردن. اما واسه برد بیشتر همون دهه 50 ایران واسه F-111 به آمریکا فشار میاره ولی آمریکایی‌ها نمیفروشن. گفتیم فقط استرالیا این جنگنده رو داشت. اینا رو دارم تاکید میکنم که بدونیم با توجه به اینکه زمان نیکسون آمریکایی‌ها گفتن که هر سلاحی بجز سلاح اتمی ایران بخواد میدن، ندادن. در عمل به وعدهشون وفا نکردن. توی بحث همین سلاح دوربرد مثلا شوروی چنین سلاحی به عراق داده بود، بمب افکن‌های توپولوف 16 و توپولوف 22. حتی عراق روز 31 شهریور با این هواپیماها تهران رو بمبارون کرد. حواسمون هم باشه بر فرض درخواست ایران واسه خرید از روس‌ها، اینکه مثلا ایران شاهنشاهی بخواد از شوروی کمونیستی هواپیمای بمب افکن بخره، مطمئن باشیم که در هیچ مقطع زمانی قطعا شوروی چنین هواپیمایی رو به ما نمیداد. در ارتباط با عراقی‌ها این توپولوف 22 بمب افکن بزرگیه. ته هواپیما تیربار توپ قرار داره. توی آسمون اگه هواپیمای دشمن از پشت بهش نزدیک شد، با اون توپه از خودش دفاع کنه. بعد روز 31 شهریور که این توپولوف 22 بمباشون رو به مهرآباد میزنن، بعد از اینکه رد میشن با همین توپ ته هواپیما شروع میکنن به سمت زمین فرودگاه و جاده‌های ماشینرو غیر نظامی اطرافش شلیک میکنن. همچین موجوداتی یعنی. پس توی زمینه سلاح دوربرد عراق از ما جلوتر بود. هواپیمای راهبردی داشت، موشک بالستیک هم داشت و ما توی این بخش تنها سلاح دوربردی که داشتیم فانتوم بود که البته عالی بود، بی‌نظیر بود، ولی باز نیاز به برد بیشتری بود. بحث عبور از لایه‌های پدافندی هم هستش. یکی از دلایل اصلی که نظر بر این شده که ایران بره سمت موشک بالستیک همین بوده. طبیعتاً با ایده‌های خودکفایی و تولید داخل و بومی‌سازی که باش مواجه بودیم، ساخت هواپیمای قابل قبول در رده اون روز توی توان ما نبوده. ساخت هواپیما خیلی سخته. تکنولوژی هواپیما چندین دهه سابقه داشت و توی غرب و بعد شرق تکامل پیدا کرده بود. مثلا جنگنده اون روز دنیا F-15 بود، F-14 بود، سوخوی 27 بود. یه رده پایینترش مثلا F-4 بود، باز یه پله پایینتر F-5. و ما شاهدیم که از آخرای دهه 1360
تا آخرای دهه 1390. یعنی بیش از 30 سال بیشتر تلاش بومی‌سازی و تولید داخل در زمینه جت جنگنده توی ایران حول F5 بوده. قطعاً اگر شخصی مثل تیمسار ستاری میموند نتیجه خیلی بهتر میبود. ولی در کل حرف اینه که ساخت یه هواپیما واقعاً نیاز به توانایی صنعتی بالایی داره. اما همون دهه 1360 کلاً توی دنیا موشک بالستیک فقط 30 خورده سالش بود. 3 دهه بود که تکنولوژیش اومده بود و با توجه به کشورهای همپیمان شوروی امکان دسترسی غیر مستقیم ایران به بعضی از علوم پایه این سیستم وجود داشته. مثلا کره شمالی و لیبی. طراحی و ساخت موشک خیلی سخته، ولی در مقام مقایسه با طراحی و ساخت هواپیما ساده تره. بحث مقایسه موشک هواپیما خیلی سنگین و پیچیده است، ولی خیلی ساده سازی شده یه همچین دیدی میتونیم داشته باشیم که هر دوشون خیلی سختن، طراحی و ساختشون هر دو دشوار، ولی هواپیمای پیچیده تره به نسبت موشک به نسبت هواپیما ساده تره. حالا برگردیم سراغ سوخو 24 که در کنار موشک‌های نسل اول خلأ برد خیلی بلند رو برای ایران پر کردن. اون هواپیمای عراقی که به ایران فرار کردن انواع مختلفی بودن. گفتیم ایران فقط بعضیاشون رو به خدمت گرفت. طبیعتاً هواپیماهایی که ارزش زحمت راه انداختنشون وجود داشته باشه، مثل میراژ F1، ایلوش 746، همین سوخو 24 و بعدترش سوخو 22 و سوخو 25. مثلا بوینگ 747 هم بود که حالا چون خودمون داشتیم زیاد زحمت خاصی واسه به خدمت گیریش نبوده. سوخو 22 رو هم چند سال بعدش توی ایران فعال کردن به 2 تا دلیل. یکی این که توی جنگ ایران و عراق سوخو 22 که گفتم مثل لوله میمونه در ظاهر، با اینکه جت ساده‌ای خیلی به ما آسیب زده بود، در حد خودش توانا بود. دومین دلیل این که گفتم خلبانه ایران که به شوروی اعزام شدن تا با سوخو 24 پرواز کنن، اولش برای آموزش با سوخو 22 پرواز کردن. طبیعتاً وقتی تا حدودی آشنایی با این جنگنده به وجود اومد، اینجوری به زحمت راه اندازیش هم کمتر شده و کارایی هم که داشته و در نتیجه عملیاتیش کردن. اما سوخو 24 عراقی که موضوع صحبت این ویدیوه، تعدادشون زیاد بود، تقریبا 9 بودند و جاهای مختلفی هم فرود اومده بودن توی اون فراره. بعد از اینکه فرود اومدن گفتم 1-2 سال طول کشید تا بهشون رسیدگی بشه و بعد یکی یکی اینا رو فعال کردن. اولین سوخو 24 عراقی رو از پایگاه همدان به پرواز در میارن، جناب باقری. مثل میراژی هستش که جناب نقدیبک به پرواز در آوردن که خیلی معروفه و اینا. اینم همچین حالتیه. این هواپیمای غنیمتی رو یکی یکی به پایگاه تهران فرستادن. سوخو 24 رو تقریبا 9 بودن، خیلی ارزش عملیاتی کردن داشتن. توی همین اولین پرواز سوخو 24 فراری که گفتم جناب باقری به پرواز در آوردن، چون هنوز خدمه زمینی ایرانی آموزششون قابل نشده بود واسه چک کردن و بررسی هواپیما و اینا، سوخو که از همدان بلند میشه با همون چرخای باز تا تهران میاد که یه مثلا مشکلی پیش نیاد این که موقع فرود چرخاش باز نشه، چون تا چندین ماه بعد از پناهنده شدنشون اینا زمینگیر بودن و بعد روشون کار کردن و به پرواز درشون آوردن. همون فرار معروف توی جنگ خلیج فارس، خلبانای عراقی چون با عجله و با ناآشنایی فرار کرده بودن سمت ایران، جاهای مختلفی فرود اومده بودند. این سوخو 24 توی پایگاه همدان، کرمانشاه و باند اضطراری گیلان غرب فرود اومده بودند. بعد که تصمیم گرفته شد اینا فعال بشن، چند ماه اول اینا دونه دونه به تهران برده میشدن. بعد که تعداد خلبانه ایرانی سوخو 24 بیشتر شد که دوره آموزششون کامل شده بود، اینا رو دو تا می‌بردن تهران، مهرآباد. تیمسار باقری هم که اسمشون رو گفتم، کسی که اولین بار یه سوخو 24 عراقی رو به پرواز درآوردن توی ایران، همون خلبانی هستن که توی عملیات بغداد کابین عقب جناب محمود خان اسکندری بودن. توی اون عملیات هر دوی این بزرگان جانباز شدن و بعد ایشون از اولین خلبانان سوخو 24 شدن و بعدتر خلبان ایرباس مسافربری. عملیات بغداد همون عملیاتی که شهید دوران تو شهید شد. در صورت این سوخو 24 اولین بار توی پایگاه مهرآباد عملیاتی شدن تحت عنوان گردان 12. یکی دیگه از تفاوت‌های ظاهری سوخوهای ایران و عراق هم تفاوتشون توی محل قرارگیری چف و فلره. ولی مورد ظاهری خیلی واضح گفتم استتارشونه. مال عراقی‌ها کناره‌های بدن رنگ آبی روشن داره، ولی سوخوهای سفارشی ایران
بالا و کنارهای بدنه یک دست خاکی رنگه که البته در گذر زمان استتاراشون عوض شده و حتی طرحهای جدید روشون اجرا کردن. سخوهای سفارشی خود ایران هم از سال 71 وارد شدن. خلبانی روس اینا رو تا مهرآباد آوردن و تحویل دادن. اول قرار بوده خود خلبانی ایرانی این هواپیماها رو بیارن، ولی روس‌ها میارنشون. و دسته‌بندی این جنگنده هم توی ایران شد بمب افکن راهبردی. مثلا توی کل دنیا B1 و B2 و توپولوف 22 و توپولوف 160 یه همچین هواپیماهای بمب افکن راهبردی یا استراتژیک محسوب میشن. حالا توی بعضی از دیدگاه‌ها هواپیمای F111 هم توی این دسته‌بندی قرار میگیره که گفتیم توانایی‌ها و بردش خیلی بیشتر از سوخو 24. توی ایران هم شاید به این دلیل سوخو 24 رو توی این رده قرار دادن. ولی در کل سوخو 24 بیشتر یه بمب افکن تهاجمی، یه هواپیمای ضربتی محسوب میشه. ولی اینجا مقامش رو بردن بالا، بهش میگن راهبردی. این جنگنده همون اول کار توی ایران یه سانحه خیلی بد و پرتلفات هم میده. تعداد زیادی آدم جون خودشون رو از دست دادن. ماجرا خیلی تخصصیه ولی به زبون ساده و کلی یه همچین اتفاقی افتاده. روز 19 بهمن 71 داشتن رژه هوایی تمرین می‌کردن واسه 3 روز بعدش 22 بهمن. اون روز 5 فروند سوخو 24 در حال پرواز بودن و تمرین می‌کردن. بعد یکی قرار فرود بیان توی فرودگاه مهرآباد، گردش کنن و فرود بیان. همزمان کنترل پرواز به یه هواپیمای مسافربری اجازه تیکاف میده تا بلند شه. یه هواپیمای توپولوف 154. همزمان سوخو 24 هم یکی دارن فرود میان. اولی فرود میاد، دومی، سومی، اما چهارمی در حال گردش و کاهش ارتفاع تا فرود بیاد، اما خبر نداره که یه توپولوف همزمان داره ارتفاع میگیره. چون مثل این که از اون زاویه گردش خلبانات دید نداشتن، خلبان جنگنده. هواپیمای سوخو 24 میخوره به دم توپولوف. هر دو خلبان جنگنده بلافاصله جون خودشون از دست میدن. دم هواپیمای مسافربری هم کنده میشه. هواپیمای توپولوف 154 که ببینید موتوراش زیر بال نیستن، ته هواپیما هستن. اونا هم کنده میشن. بعد توپولوف هم در حال ارتفاع گرفتن بوده قبل از این برخورد. بعد که موتورها و تقریبا مهمترین قسمت کنترلیش یعنی سوکاناشو از دست میده، دیگه هیچ کنترلی روی خودش نداشته. حتی ته هواپیما هم شکافته میشه دیگه و دیده میشه که چند تا از مسافرها حالا یا از صندلی کنده میشن یا کلا با صندلی پرت میشن بیرون، از اون آسمون پرت میشن به سمت زمین از همون ارتفاع. و در نهایت این توپولوف که البته خلباناش روس بودن به زمین برخورد میکنه و متاسفانه همه مسافراش که مقصدشون شهر مشهد بوده جون خودشون رو از دست میدن. از دید سازمان هواپیمایی کشوری خلبانه جنگنده مقصر این سانحه هوایی شناخته شدن، اما این سمت ماجرا برج مراقبت و کنترل پرواز رو مقصر میدونه که همزمان با اجازه و هماهنگی گردش و فرود دسته جنگنده ها اجازه داده که اون هواپیمای مسافربری هم توی همون مسیر بلند شه و تیکاف کنه و ارتفاع بگیره. بعد از این ماجرا و همچنین یه سری موارد فنی و نظامی، حتی مثلا اینکه سوخو 24 صدای زیادی داره و مهرآباد دیگه افتاده وسط شهر، این هواپیما همگیشون به پایگاه هوایی شیراز، پایگاه هفتم منتقل شدن. اونجا میشه مرکز بمب افکنی سوخو 24 و گردان 72 تشکیل میشه. طبیعتاً همه زیرساخت‌ها و تجهیزات فنی و تعمیر و نگهداری سوخو 24 به شیراز منتقل میشه. قبلش پایگاه هوایی شیراز خیلی با سابقه بود. میزبان جنگنده‌های F4 و F14 بوده از همون دهه 1350. همچنین جنگنده‌های F5 که واسه آموزش‌های پیشرفته بودند. برای فعال نگه داشتن این هواپیما تیمسار ستاری اصرار داشته که خود ایرانی‌ها بتونن از پس تعمیر و نگهداری سوخو 24 بر بیان تا نیازی به مستشار و مهندس روس نباشه. و چه خوب که این دید وجود داشته، چون خود روسا یکم بعدش دارن زیرش اصلا پشتیبانی خوبی نداشتند. اون اوایل که این جنگنده ها تازه وارد ایران شده بودن، شوروی خودش به هم ریخت و عملیاتی نگه داشتن این هواپیما با مشکل مواجه شد. ولی از یه جایی به بعد خود ایران اوورهال و موارد فنی این بمب افکن رو انجام میداد و دیگه نیاز خاصی به سازنده بدقول وجود نداشت. سوخو 24 توی این سالها چند تا سانحه داشته که مثلا خلبان‌ها ایجکت کردن یا نکردن ولی هواپیما رو نشوندن،
اما باز یک سانحه دیگه هم هستش که باعث شهادت خلبان شده که این هم باز برای تمرین رژه هوایی بوده. رژه روز ارتش توی فروردین ماه که به علت نقص فنی بوده سال 1390. یکی از خلبان جانباز میشه، اون یکی شهید. خلبان شهید سید علیرضا فغانی زرینی. چون بدنشون توی سانحه به وضع ناجوری از بین میره، قسمتی از بدنشون بعداً پیدا میشه. در نتیجه ایشون 2 مزار دارن، یکی توی شهر خودشون، یکی هم روستای نزدیک محل سقوط هواپیما به کوه خورده بوده. ایشون یکی از دوره دیده ها و خلبانای خوب سوخا 24 بودن و کمک خلبان این پرواز جناب بازرگانفر جانباز میشن. یه سانحه دیگه هم چون فیلمش هست میگم، سال 87 یه سوخا 24 توی مهرآباد سانحه میده موقع فرود. فیلمش هست توی اینترنت که خلبانا ایجکت میکنن و زنده میمونن ولی هواپیما نابود میشه. فکر کنم تاریخ اینم فروردین 87 برای تمرین رژه هوایی باز پرواز داشته. البته این یکی نقص فنی نبوده. علت اصلیش سرعت زیاد حین فرود بوده. چند تا سانحه دیگه هم هستش که حتی مثلا عکس خلبانا رو مردم گرفتن که وقتی ایجکت کردن و مردم اومدن کمکشون، عکساشون توی اینترنت هست. این تمرینای رژه هوایی و کلا خود رژه هوایی واسه این مناسباتی که توی تقویم هست اصلا واسه این هواپیما خوشیوم نبوده و کلا چندین مورد داریم که جنگندهای دیگه حتی نه فقط سوخا 24 یا توی تمرین این رژه ها یا توی خود این رژه های مناسبتی سانحه دادن و خلبان شهید شده. اما این سوخا 24 چه نیازی از نیروی نظامی ایران رو برطرف میکنه؟ خود هواپیما رو خیلی مختصر و کلی گفتیم. در عین اینکه در مقام مقایسه از مشابه آمریکایی یعنی F-111 پایین‌تره، هواپیمایی که توانایی‌های خوبی داره، برد قابل قبول مخصوصا با سوختگیری هوایی، توان پرواز در ارتفاع خیلی پایین و پرواز در سرعت‌های متفاوت و میزان حمل سلاحش هم که قابل قبوله. همونطور که میدونیم تمرکز ایران توی دهه 1370 میره سمت موشک‌های بالستیک و این سوخا 24 اون موقع برد قابل قبولی در حد برد موشک‌های اون موقع داشته. به نوعی دست بلند نیروی هوایی ایران شناخته میشد. حتی همین بمبارون اسرائیل مثلا که خیلی هم روش تاکید داشتن و دارن. در کل سوخا 24 چون توانایی حمل سلاح سنگین داشته و اهداف دوربردتری رو زیر چتر خودش داشته، بهش میگفتن بمب افکن راهبردی. احتمالاً هنوزم بگن. فرمانده فعلی نیرو هوایی هم یه زمانی خلبان این هواپیما بوده و مقامات نیرو هوایی از چندین سال پیش تا همین چند ماه پیش خیلی روی این هواپیما مانور میدادن که ما باش تل‌آویو رو میزنیم. اواخر دهه 60 اوایل دهه 1370 دورانی بوده که متخصصای فنی نیرو هوایی هم 15-20 سال قبلش خوب آموزش دیده بودن، هم فشاری که توی جنگ بهشون وارد شده بود باعث شده بود خیلی خلاقیت مثلا پیاده کنن و بعضیاشو عملی کنن و بعضیاشون در حد تست مونده اون کارایی که انجام دادن. مثلا توی ویدیوی میگ 29 گفتیم که توان سوختگیری هوایی و مخزن سوخت خارجی به میگ 29 اضافه کردن، چیزایی که نسخه پایه میگ 29 نداشت. یا مثلا غلاف سوخت رسانی 707 رو زیر فانتوم نصب کردن. حالا برای سوخا 24 سوختگیری هوایی با تانکر 707 رو تست کردن و البته گفتیم سوخا 24 با غلافی که از روز اول و پایه روش نصب میشه توانایی سوخت رسانی یار به یار هم داره. طبیعتاً طبق تجربیات زمان جنگ دیگه خیلی واضح و مشخص بوده که توانایی سوختگیری هوایی خیلی مهمه. توی ایران بعد از جنگ خیلی روی ناوگان جنگنده ها پروژه در مورد سوختگیری هوایی انجام شده. هواپیمای جنگنده از تانکرهای بزرگ میتونن بنزین بگیرن دیگه، مثلا ما تانکرهای 707 و 747. اما این هواپیما خیلی بزرگن. فرض بگیریم جنگنده ها بخوان حمله عمقی انجام بدن. اینجا اهمیت یه تانکر در حد ابعاد خود جنگنده مشخص میشه. مثلا عراق با میراژ F1 این کارو انجام میداد. هم به شمال ایران میرسید، هم به دورترین مسافت‌ها توی جنوب ایران. در کل سوخت رسانی یار به یار خیلی مورد مثبتیه. نسبت به تانکر بزرگ خیلی محدودیت داره. خب حجم سوخت، سرعت نرخ انتقال سوخت اینا خیلی کمتره، ولی بودنش خیلی خوبی داره و مثبت و مفیده.
مورد بعدی فنی که توی ایران روی سوخو 24 پیاده کردن، هماهنگ کردن بمبای سقوط آزاد سری مارک. مثلا بمب 250 کیلوگرمی مارک 82 که آمریکاییه و اومدن سوخو 24 شوروی رو با این بمب مسلح کردن. همچنین مسلح کردن این سوخو 24 به موشک‌های ضد کشتی و موشک‌های کروز هواپرتابی که متخصصای داخلی حال توسعه دادن یا بومی سازی کردن. مثلا موشک ضد کشتی 3802 و 3803 که توی ایران به اسم نور و قادر شناخته میشن و یه سری پروژه اینا دارن که این موشک‌های ضد کشتی تبدیل به موشک ضد کشتی هواپایه شدن. مثل فکر کنم پروژه‌ای مثل موشک نصر. حالا منظور از هواپایه اینه که طبق اخباری که مثلا چند سال پیش منتشر میشد، سکوی پرتاب این موشک‌های کروز ضد کشتی جنگنده F4، اما احتمالاً روی سوخو 24 هم بشه گذاشتشون. یا مثلا همین 2-3 سال پیش یه موشک دوربرد، یه موشک کروز به اسم آصف رو نمایی کردن، اصلا مخصوص زدن اسرائیل، مثلا که حدود 1000-1100 کیلومتر اینا برد داشته باشه. کلاً تنوع سلاح‌های سوخو 24 توی ماموریت‌های ضد رادار و اینا و میتونه بمب و موشک‌های هدایت لیزری و هدایت تلویزیونی و حمله استفاده کنه. اما برای تمرین خلبانا هم این هواپیما خیلی کار انجام داده. یکیش همون پرواز در ارتفاع پایینه، یکی هم اینکه بردش زیاده. حتی مثلا مواردی بوده که اینا تا دل دریای عمان رفتن و برگشتن، خلبانای ایرانی، تا مسافت زیادی رو طی کرده باشن برای حمله احتمالی در آینده به اسرائیل. حالا سوخو 24 نقطه قوت دیگه‌اش که چند بارم گفتیم، پرواز توی ارتفاع خیلی پایینه. رادار ناوبریش خیلی موثره توی این مورد. تا هواپیما هم پایین بمونه و توی پرواز با سرعت زیاد توی ارتفاع پایین به زمین نخوره. اینطوری میتونه از دید رادار پنهان بمونه. هرچی هواپیما پایین‌تر باشه، دیرتر شناسایی میشه. البته گفتیم پرواز در ارتفاع پایین به خاطر فشار هوا و اینا باعث میشه برد هواپیما کمتر بشه و اون سوختگیری هوایی یار به یار اینجا به درد میخوره. اما باز توی نبردهای امروز با حضور هواپیمای آواکس که نیروی مقابل داره، پرواز توی ارتفاع پایین شاید مثل زمانهای قدیم آنچنان موثر نباشه. اونم پرواز توی منطقه‌ای که کوهستانی نیست، کویر خالی و صافه. سوخو 24 با توجه به اینکه بمب افکنی که میتونه سکوی شلیک سلاح باشه، حتی برای دنیای امروز پتانسیل‌های خوبی واسه ارتقا داره. توی جنگ سوریه نسخه‌های ارتقا یافته حضور داشتن، توی جنگ اوکراین هم همینطور. کلاً سوخو 24 میتونه سکوی خوبی برای شلیک موشک کروز هواپایه باشه. خودش چند صد کیلومتر از پایگاهش بره جلو و موشکی که چند صد کیلومتر یا حتی هزار خورده کیلومتر برد داره رو شلیک کنه. از نظر عملیات رزمی هم توی ایران توی این 35 سالی که هستش، از اونجایی که سوخو 24 توی پایگاه هوایی شیراز مستقر بوده، بیشتر احتمال خیلی زیاد پروازهایی بر فراز خلیج فارس داشته در برابر ناوگان ائتلاف و از دهه 70 به این سمت هم پروازهای جنگی لبه مرزی و بیرون مرزی مختلفی وجود داشته، از بمبارون مجاهدین یا مزاحمین خلق تا بمبارون گروه‌های تروریستی. ولی چیزی که بیشتر عمومی شده اینه که سوخو 24 زیاد نقشی نداشته. بیشتر بمبارونا با F4 و F5 و با موشک‌های بالستیک بوده. این هواپیما توانایی‌های جنگ الکترونیک هم داره، ولی احتمالاً تکنولوژیش برای 20-30 سال پیشه. اگر گزینه موشک کروز برد بلند رو بذاریم کنار، مثلا سلاح‌های متعارف‌تر، رسیدن این هواپیما به اسرائیل یا به نزدیک اسرائیل از نظر عملیاتی خیلی پیچیده است. اول اینکه کلی سیستم و پدافند و موارد نظامی گسترده توی منطقه هستن، از اون بالا دریای مدیترانه تا اون پایین دریای سیاه. همچنین مسیرم میشه روی کشورهای عراق و اردن که وضع آسمونشون رو میدونیم و این منطقه کوهستانی هم نیستش که بگیم جنگنده از لابلای کوه و دره به سمت هدف بره تا مثلا توسط رادار مقابل شناسایی نشه. یه دشت بزرگه که هم رادارهای زمینی قوی هم آواکسا از همون فاصله دور خیلی راحت و سریع میتونن چنین جنگنده بزرگی که داره به سمت اسرائیل میره رو شناسایی کنن. بنابراین رسیدن سوخو 24 به اسرائیل کار دشواری خواهد بود، همونطور که یه زمانی رسیدن فانتوممون به بغداد سخت بوده
نشدنی نبوده، ولی سخت و همراه با تلفات زیاد بوده از اواسط جنگ به بعد مخصوصا. و توی جنگی که اتفاق افتاد چند ماه پیش، طبیعتاً موشک بالستیک گزینه ایمن‌تری بوده، اونم زمانی که برتری هوایی دست نیروی مقابل بوده، چون سوخو 24 بخواد بره به اون سمت توی مسیر باید سوختگیری هوایی هم انجام بده و قطعاً جنگنده‌های رهگیر مقابل، جنگنده‌های اسرائیل توی مسیرش هستن. شاید راه حل استفاده از همون موشک‌های کروز برده بلند باشه که مثلا سوخو 24 از حوالی خط مرزی ایران به سمت هدفی موشک کروزش رو شلیک کنه و خود هواپیمای سوخو 24 زیاد از خاک ایران دور نشه یا حتی توی آسمون ایران بمونه. البته از نظر فنی و اینا کلا موشک‌های کروز یه جورایی شبیه هواپیما عمل میکنن. احتمال اینکه توی مسیرشون منهدم بشن وجود داره. از همون اول زمان آلمان نازی که موشک کروز به وجود اومده تا همین امروز اصلا سر همین یه جورایی تمرکزا رفته سمت پهپادایی مثل شاهد تا سرعتشون انقدر کم باشه که شناساییشون از این نظر واسه رادار سخت باشه. اما همین موشک کروز رو اگه در نظر بگیریم سوخو 24 میتونه شلیک کنه مثل همون سوخو 24های اوکراین. برای جنگ ایران و اسرائیل در قالب نبردهای امروزی با اینکه مسیر مستقیم تقریباً یه جورایی میتونه وجود داشته باشه، چه آسمون عراق، چه آسمون سوریه و چه اردن، به خاطر وجود کلی سیستم ضد هوایی و حضور جنگنده‌های مدرن و امروزی رهگیر مثل F-15 های جدید و F-35 که موشک‌های هوا به هوای دوربردی مثل امرام دارن، استفاده از سوخو 24 آنچنان عملی نیست. اکنون در مقابل جایگاه شاهد پرواز مرورآمیز یک فروند هواپیمای سوخو 24 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم که آماده می شود برای شلیک بمب 250 کیلوگرمی اودا. برخورد بمب‌ها رو هم میتونید در تلویزیون مقابل مشاهده کنید. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. انهدام دقیق اهداف توسط بمب‌های سنگین شاهد. اینکه یه هواپیما با 2 خلبان به هدفی که برای یه هواپیما دور محسوب میشه برسه، سلاحشو پرتاب شلیک کنه و همون مسیر رو بخواد برگرده، نمیگیم نشدنی ولی خیلی سخته. و توی مسیرش هم طبیعتاً همراهش باید یه جنگنده رهگیر و برتری هوایی خودی پرواز کنه و اینو پوشش بده تا در صورت درگیری هوایی بتونه از این سوخو 24 دفاع کنه که چنین چیزی هم با توجه به اختلاف سطح فناوری جای بحث داره، ولی روی کاغذ برتری با نیرو هوایی ایران نیست. حالا من نظرات یه سری آدم متخصص یا یه سری آدم علاقه‌مند به این موضوعاتو میخوندم، میگفتن توی جنگ 12 روزه ایران میتونست از سوخو 24 استفاده کنه، نه اینکه مثلا این هواپیما طبق چیزی که چند ثانیه پیش گفتم به سمت اسرائیل برن و نزدیک بشن. نه، با همون موشک‌های کروزی که مثلا 1000 کیلومتر برد دارن، مثلا سوخو 24 یه حرکتی میزد. گفتم 2-3 سال پیش موشکی رونمایی شد به اسم موشک آصف که خیلی هم تبلیغشو کردن واسه همین مورد. حالا فارغ از اینکه آیا اون موشک کروز به هدفش برسه یا نرسه توی مسیر بزننش، یه همچین عملیاتی رو سوخو 24 مثلا میتونسته که انجام بده که از اخبار و گفته‌های مقامات به نظر میاد چنین اتفاقی نیفتاده. و البته طبیعیه، چون خود پلتفرم سوخو 24 توانایی دفاع هوایی آنچنانی از خودش نداره. فقط 2 موشک هوا به هوای حرارتی و جنگ الکترونیکی که مال 2-3 دهه پیشه. در کنارش هم نیاز به پشتیبانی هوایی و پدافندی خودی داره. جمع‌بندی اینه که اگه سوخو 24 از همون نقاط مرزی هم یه موشک شلیک میکرد، طبیعتاً یه معادله جدید توی اون نبرد چند روزه به وجود می آورده. حالا اینکه میزان سهم اون معادله توی جنگ و میزان موفقیتش چقدر میتونست باشه، باز خیلی جای بحث داره. و باز چیزی که توی اخبار اون روزا دیدیم چند ماه پیش، چند تا از سوخو 24 واسه اینکه وقتی روی زمین هستن توی شیراز بهشون حمله نشه و نابود نشن، چون تقریبا برتری هوایی وجود نداشت، به سمت شرق و به سمت یزد فرستاده شدن. و اینو باید تاکید کنیم که هم از اخباری که به نظر معتبر میان، هم از چیزایی که خودم شنیدم، نیروی هوایی و نظامیای ما تا جایی که تونستن با تمام وجودشون تلاششون رو کردن، چه برای دفاع هوایی و چه کمک به پدافند.
نظامی‌های ایران فارغ از همه مشکلاتی که اختلاف سطح فناوری و سطح تکنولوژی هست و تحریم‌های تسلیحاتی و کمبود امکانات، با هر زور و با هر خلاقیتی بوده پای وظیفه‌شون وایسادن. اما توی این مورد که موضوع بحث ما سوخو 24 احتمالاً کار عملی انجام نشده. اگرم انجام شده اصلاً عمومی نشده، چون خیلی روی این هواپیما مانور داده میشد که در صورت جنگ با اسرائیل با سوخو 24 اهدافی که اونجا هستن زده میشه، ولی مثل این که چنین اتفاقی نیفتاده. توی این ویدیو ماجراها و تاریخچه سوخو 24 ایران رو تعریف کردیم. چند هفته پیشم تاریخچه میگ 29 ایران رو گذاشتیم ویدیوشو که لینکش توی توضیحات هست. اگه دوست داشتید میتونید تماشا کنید. امیدوارم این توضیحات از این تاریخچه و کارایی‌های سوخو 24 مفید بوده باشه. تکرار کنم که فهرست منابع توی توضیحات هست. من نیما و اینجا کانال یوتیوب دلتا پی. تا بعد، خدا نگهدار.